سلام، خوش اومدین تقریبا به آخرین ویدیو سال 2023. ویدیوی بعدی در سال آینده میبینیم که سال 2024. البته توی یک یا دو روز آینده ویدیوی جدید رو میبینیم. اما امروز میخوایم در رابطه با یکی از دغدغه‌های شما صحبت بکنیم که برمیگرده به اینکه چجوری به اساتید ایمیل بزنن و همیشه اساتید اصلا من جواب نمیدن. یعنی هیچ تایمی و هیچ زمانی نشده که من یک ایمیل پاسخ از استادی بگیرم با وجود اینکه شاید 100 تا ایمیل زدم و کلی تلاش کردم. اشکال کار از کجاست؟ بریم ببینیم. خب باید بگیم که یه سری نکات مهم وجود داره که توی ایمیل زدن باید بهش دقت بکنیم، وگرنه هیچ وقت هیچ زمانی هیچ استادی به شما جواب نمیده و شما همچنان تو پروسه ایمیل زدن گیر میکنین و هیچ وقت نمیتونین بازخورد و فیدبک و ایمیلی رو دریافت بکنید. حالا بریم ببینیم این نکات چیه. اول از همه که باید بدونید که باید خیلی اسپسیفیک باشید و خیلی تخصصی و دقیق باشید. یعنی مثلا یک ایمیل کلی رو برای کلیه اساتید و همه اساتید نفرستید که خب این اشتباه خیلی از بچه هاست و من میبینم که خیلی از بچه ها میان یه ایمیل رو میگیرن کپی پیست میکنن و برای همه اساتید میفرستن، حتی با متن یکسان، با این عنوان که خب من میخوام مثلا مستر یا پی اچ دی بخونم و میخوام اپلای بکنم. خوشحال میشم بدونم که اگه شما فرصت دارید و اگه میتونید دانشجویی رو بپذیرید من یکی از دانشجویان شما باشم و حالا یه مقدمه و یا بک‌گراندی هم از خودشون میگن. این میشه کل ایمیل و این رو به همه اساتیدی که میخوان اپلای بکنن و فکر میکنن بهشون پذیرش میده میفرستن و ارسال میکنن. خب باید بگیم که اشکال کار همینجاست. شما باید بدونید که باید ایمیلتون متناسب با شخصیت و حیطه تخصصی و البته اون چیزی که خودتون میخواین باشه. یعنی اگر شما میخواین در آینده توی حیطه دیابت تحقیق بکنید و استاد مورد نظر توی حیطه دیابت کار میکنه و البته که این استاد همچنان تحقیقاش هست و آزمایشگاه مخصوص به این رو داره، باید مطمئن بشین که این گزینه خوبیه برای ایمیل زدن. ولی وقتی شما هنوز خودتون علایق خودتون رو نمیدونید و اصلا نمیدونید اون استاد میخواد توی چه حیطه‌ای با شما کار بکنه یا اصلا نمیدونید اون استاد چه آزمایشگاه و چه حیطه تخصصی تحقیقی داره، این خودش یه مشکلی به وجود میاره که افراد اصلا نمیدونن چجوری ایمیل بزنن. اما یه ایمیل خوب یه ویژگی‌هایی داره که توی همه رشته‌ها مشترک هست. یعنی اگر شما بچه‌هایی هستین که برای همه رشته‌های مهندسی، پزشکی، رشته‌های علوم انسانی، رشته‌های حالا ریاضیات و هر رشته‌ای که فکرشو بکنید، این اصول کلی یکسانه توی همه رشته‌ها، به خاطر اینکه برمیگرده به شیوه کامیونیکیت کردنتون و نگارش و ارسال ایمیل که خب ربطی به رشته نداره. باید بدونید یه ایمیل صحیح و درست از دید اساتید همیشه یک عنوان داره و اون عنوان خیلی مهمه. یعنی شما اگر میخواید اپلای بکنید برای سال 2024 میتونید عنوانتون رو بذارید پی اچ دی یا حالا اپلای و در سال مثلا اسپرینگ 2024 یا اسپرینگ 2025 هر تایم و هر زمانی که خودتون میخواید. بعد حتما سعی بکنید که وقتی آدرس ایمیل استاد رو نوشتید عنوان ایمیل رو هم ذکر بکنید. بعد از اون بیاید با یک سلام و احوال پرسی شروع بکنید، خیلی رسمی، همونطوری که حالا نمونهش رو هم دارید توی تصویر میبینید. خیلی رسمی شروع بکنید با سلام و احوال پرسی و حالا اگر توی زمانی هست که مثلا تعطیلات کریسمس یا سال نو میتونید با یه تبریک شروع بکنید و خیلی رسمی ایمیلتون رو پیش ببرید. اول از همه باید بگم که خودتون رو معرفی بکنید توی اون ایمیل، یعنی بگید اسمتون چیه و چه مدرکی در حال حاضر دارین. وقتی که بگین چه مدرکی دارین، بهتره که اگر حیطه تخصصی تحقیقی دارید، یعنی اگر دانشجوی مستری هستید که در حال حاضر پایان نامه‌تون رو دفاع کردید و قصد دارید برای پی اچ دی اپلای بکنید، بهتره که بگین که تو مستر چیکار کردین، چه حیطه‌ای بوده تزتون و چه تحقیقاتی انجام دادید و بعد اون ذکر بکنید که خب حالا میخوام ادامه تحصیل بدم و پی اچ دی بخونم و با توجه به اینکه مثلا موضوع پایان نامه‌ام روی بیماران دیابتی بوده، دوست دارم توی پی اچ دی توی همچین حیطه‌ای کار بکنم و همونطوری که با مطالعات به دست آوردم متوجه شدم که شما هم روی دیابت کار میکنید و چه بهتره که ما بتونیم با هم تو آزمایشگاه شما با فرصت‌های بیشتری که توی آمریکا و توی دانشگاه‌های اون کشور وجود داره بتونیم با هم همکاری بیشتری داشته باشیم و من بتونم در کنار شما مدرک پی اچ دی رو بگیرم و بیشتر یاد بگیرم. و در انتهای ایمیلتون همچین متنی که نوشتین در انتها حتما ذکر بکنید که اگر میخواد در رابطه با من اطلاعات بیشتری به دست بیارید، بهتره که سی وی یا رزومه من که توی این
ایمیل اتچ شده رو ببینید. این میشه کلیت به زبان فارسی که شما باید چجوری ایمیل بزنید و اصلا یک ایمیل خوب که انقدر میپرسید چجوری اصلا ایمیل بزنم به چه ویژگی‌ها و چه ساختاری داره. باید بدونید که این ایمیل خوب خیلی مهمه، چون من با اساتید اینجا که در ارتباط هستم و صحبت میکنم به من میگن ایمیل هایی که خیلی ضعیف هستن نظر نگارشی و اصلا ایمیل هیچ ساختار اداری نداره و فقط طرف نوشته که سلام من میخوام برای پی اچ دی اپلای بکنم، آیا جایی دارید که مثلا من دانشجو شما بشم. این ایمیل ها رو سریعا پاک میکنم و اصلا فرصتی رو نمیذارن که بخوان مطالعه بکنن و رزومه شما رو بخونن. پس سعی بکنید ایمیل رو با یک ساختاری که نه خیلی طولانی باشه، در حد 1 یا 2 پاراگراف، در حد مثلا 7-8 خط توضیح بدین، یه مقدمه در رابطه با خودتون، تحقیق هایی که انجام دادید، یا حتی اگر در حال حاضر تحقیق هم انجام ندادید نگران نباشید، میتونید حیطه تحقیقی که علاقه دارید رو ذکر بکنید. مثلا احتمال داره شما بگید من در تحقیقاتی مربوط به حالا نوروساینس هست علاقه دارم، یا هر موضوعی که فکر میکنید توی رشته خودتون هم بازار کار داره، هم علاقه دارید و هم حیطه تخصصی اون استاد هست. اینطوری ایمیلتون رو بنویسید و حتما ذکر بکنید که مدرک یا همون سی وی و رزومتون رو توی این ایمیل اتچ کردید و میتونید در انتها هم بگید که منتظر هستم، مشتاقانه منتظرم که جواب ایمیل شما رو بشنوم، یا بتونیم با هم زوم کال داشته باشیم و ویدیو کال داشته باشیم و با هم بیشتر صحبت بکنیم. پس یه ویژگی که ایمیل خوب داره اینه که اسپسیفیکه، برای اون استاد هست، یعنی شما یک متن ایمیل رو برای همه اساتید نمیفرستید. حالا اگر شما میخواید به یه استاد دیگه ایمیل بزنید، مثلا این استاد توی حوزه دیابت بوده و استاد دیگه مثلا توی حوزه پیری و فعالیت‌های بدنی میخواد تحقیق بکنه و شما به این حوزه علاقه دارید، بهتره که بیاید ذکر بکنید که دوباره مشخصات خودتون و بیاید منشن بکنید و بگید که شما چون تو حوزه پیری و فعالیت‌های بدنی فعالیت می‌کنید، منم به این حوزه علاقه دارم و چه بهتره که بتونیم با هم همکاری بکنیم. پس حتما بدونید که باید حیطه تخصصی هر استادی که دارین ایمیل میزنین رو از قبل سرچ کرده باشین، توی متن ایمیل منشن بکنین و لینک بدین و متصل بکنین به بک‌گراندتون یا به کاری که میخواین در آینده انجام بدید. این اتصاله، این لینک شدن هدف استاد و تجربه شما در گذشته یا چیزی که در آینده دوست دارین انجام بدین، یک اتصالی باید وجود داشته باشه و این اتصال باعث میشه که اون استاد حالا یه جورایی چشمش بگیره و اون ایمیل شما رو باز بکنه و بخونه، رزومه شما رو بخونه و حداقل وقت بذاره و شانس شما بالاتره که اون استاد به شما جواب بده و بتونید با هم صحبت بکنید، شاید بتونید فاند بگیرید یا پذیرش. و اما یه نکته دیگه که وجود داره، حالا من توی ویدیوهای قبلیم گفته بودم که شما اصلا چجوری میتونید یک ایمیل موفقیت آمیز ارسال بکنید و همینطور مطمئن باشید که اون استاد به شما جواب میده. باید رو بدونید که حتما از قبل از اینکه ایمیل رو بزنید بدونید اون استاد داره روی چه تحقیقی کار میکنه در حال حاضر. مثلا بدونید که تو 2-3 سال اخیر چه مقالاتی رو پابلیش کرده و موضوع اون مقالات چی بوده و اون مقالات رو بخونید و میتونید تو ایمیلتون در رابطه با اون مقالات هم صحبت بکنید. مثلا میتونید بگید که من به حیطه دیابت علاقه دارم، همونطوری که شما تو مقاله‌ای که با موضوع مثلا دیابت و فعالیت‌های بدنی در بزرگسالان بوده انجام دادید در سال 2022، خیلی علاقه دارم توی این حیطه بیشتر با هم کار بکنیم، به خاطر اینکه من در گذشته توی مثلا تز پایان نامم، دکترام، مسترم یا حتی تحقیق در دوره کارشناسیم و فعالیت‌هایی داشتم توی این موضوع و تجربه دارم. پس چه بهتره که بتونیم با هم در آینده در مقطع پی اچ دی من فعالیت بکنیم و بتونیم علممون رو افزایش بدیم و من هم به شما کمک بکنم که بتونید تحقیقات بیشتری رو توی این حیطه انجام بدید. پس اینکه لینک ایجاد بکنید و کانکشن ایجاد بکنید بین هدف استاد و چیزی که در تجربیات شما بوده و چیزی که در آینده میخواین خیلی مهمه و میتونم بگم یه ایمیل خوب ویژگیش اینه که خیلی اسپسیفیکه و در رابطه با تخصص صحبت میکنه. یه ایمیل ضعیف ایمیلی هست که به طور کلی فقط میگه من میخوام پی اچ دی بخونم و هیچی از تحقیق، تخصص و یا حتی تجربه‌ای که شما داشتین ارائه نمیده. پس توی این موضوع دقت بکنید. امیدوارم جوابتون رو گرفته باشید و بتونید ایمیل های موفقیت آمیزی ارسال بکنید و همینطور کلی جواب بگیرید. اما این رو هم بدونید که اگر 100 تا ایمیل میزنید شاید 10 تاش جواب بدن، یه روند خیلی طبیعی هست و برای همه همچین مسیری پیش میاد و همه تجربه میکنن. پس ناامید نشین.
ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتید برام کامنت بذارید یا سوالاتتون رو بپرسید، چه تو پیج اینستاگرامم، چه تو یوتیوبم و چه حتی توی کانال تلگرامم که تقریبا 1 ماه راه انداختم. میتونید سوالاتتون رو از من بپرسید و یا حتی ایمیل بکنید. خوشحال میشم اگر کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و تا یک ویدیوی دیگه هم دوستتون دارم. خدا نگهدار.